صدای منو داری؟ سلام خستنم. بله صداتون میاد. فهم میشه بپرسم که شما ضبط میکنین کلاس یا نه؟ بله. خب ضبط خیلی که عمال مرسی. میکنیم ولی شاید مشکلی پیش بیاد. همین اگه دوست دارین خودتون ضبط کنید. عرضم به خدمتتون که جلسه اسکرینینگ همونطور که جلسه پیش گفتیم مقاله سیستماتیک ریویو، حالا بعد از اون مقدماتش مثل حالا بررسی تایتل و این صحبت ها و سرچ زدن دیتابیس ها یه جورایی اولین مرحله جدیش حساب میشه و مرحله غربالگری یا اسکرینینگ. غربالگری کانسپتش چیه؟ اینکه ما از اون مقالاتی که به کمک سرچ کوئری که از دیتابیس های مختلف زدیم، اسمش روشه دیگه، اون مقالات رو غربال کنیم و دقیقاً هم با دیدگاه غربالگری به مقالات نگاه کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه با سنسیتیویتی بالا و اسپسیفیتی نچندان مهم. سنسیتیویتی بالا، حالا اگر دوستان کانسپتش یادشون نیست، خودمونیش این میشه که هر مقاله‌ای که شما احتمال میدین حتی که 40% 50% به کار بیاد، باید در واقع تیک مثبت بگیره، یعنی اینکلود میشه. یعنی باید با این زاویه دید. مثل غربالگری دیگه. غربالگری شما بایومارکرها مثلا در واقع فالس پازیتیو بالایی دارن، ولی از اون ور خب کاربرد مهمشون اینه که نمیذارن مریضی که احتمال مثلا یه کنسری وجود داره از دستش در بره، هرچند خیلی ها رو به اشتباه پازیتیو اعلام کنه. قبلا از endnote استفاده میشد. خب endnote نرم افزار سایتیشنه. حالا الان هم شاید ببینید بعضی از اساتید و دوستان از endnote استفاده میکنن، مناسب نیست. حالا یک کاربرد من درآوردیه که از endnote درآورده بودن. دو تا سایت معروفه که حداقل من میشناسم برای بحث سیستماتیک ریویو اصلا طراحی شده. یکیش رایانه که البته یه چند ماهی از محیطش عوض شده و سایتش قبلا رایان.ai بود که چند ماهی تغییر کرده به new.ryan.ai و چون دیگه نسخه قبلی هم مثلا کار نمیکنه دیگه، شما رایان.ai هم بزنید وارد new.ryan.ai میشه. و چون من دوران به اصطلاح دانشجوییم چند سالی از کلا رایان راه افتاده، از وقتی من حداقل وارد ریسرچ شدم یادمه که بود و یکی دو سال اخیر هم خیلی معروف شده. اینا میخوام بگم که من خودم به شخصه با new.ryan.ai کار نکردم و ظاهرش خیلی عوض شده، کانسپت ولی همونه. حالا زیاد کار نکردم باش، حالا امیدوارم که در جلسه دچار مشکل نشیم، چون دیگه خب از یه جای به بعد بچه‌ها زحمت اسکرینینگ کار میکشیدن. و اون یکی سایتی که واسه در واقع اسکرینینگ استفاده میشه پولیه، ولی یادم هم نیست اسمش. ولی رایان قابلیت هایی که ما میخوایم حداقل رایگانه، هرچند نسخه پرمیوم هم داره و اگر خیلی علاقه‌مند بودید میتونید تهیه کنید. خب شما یه اکانت که بسازید لاگین کنید، یه همچین صفحه‌ای در ابتدا خواهید دید. create new review رو میزنیم. نکته‌ای که وجود داره در مورد create new review اینه که شما 3 تا سیستماتیک ریویو فعال میتونین داشته باشین در نسخه رایگان. بیشتر از 3 تا نمیشه، مگر تنها راهکارش اینه که آرکایو کنید سیستماتیک ریویوهای قبلیتون رو به زیر 3 تا برسونین که اجازه بده به شما که بیشتر از دوباره بیشتر بسازین که به 3 تا برسید. حالا من سریع مثلا این کار بچه‌ها که بک پین هست رو به عنوان مثال میزنم. این صرفا مثاله. اینا با اکانت خودتون ریویو تایپ رو میزنید، سیستم ریویو. اینا به چه درد میخوره؟ به درد در واقع فیلتراش میخوره که کمکتون میکنه راحت‌تر اسکرین کنید. نه اینکه حالا اینجا رو مثلا بزنید کمیکال یا بزنید مثلا بایومدیکال، هیچ فرقی نمیکنه.
شما اینجا میگه فایل ها رو بفرستین و فرمت های قابل پذیرشش رو هم سمت چپ نوشته. خب کلا همیشه فرمت RIS سعی کنین استفاده کنین، چون توی همه نرم افزارهای مرتبط با این قضیه، چه EndNote باشه، چه در واقع رایان باشه یا هر چیز دیگه ای، فرمت RIS قابل قبوله و کلا خب عرف‌تر هم هست دیگه. واسه همین خروجی RIS بگیرین. بک‌پین دیتابیس ها من انتخاب میکنم و به خورد این دوستان میدم. یادمه که وقتی با هم میزدی ارور میداد، خیلی شعورش نمیکشید که بتونه همه رو، امیدوارم این باگش گرفته شده باشه، چون این چیز در واقع این سایتش هم .ai یعنی قطعا از خب هوش مصنوعی کمک میگیره و از این جهت خب فیچرهای هوش مصنوعی روش میتونه پیاده بشه و آپدیت هم تون میشه. میگم قبلا 4 تا دیتابیس میدادی ارور میداد، بعد تک تک میزدی، بعد میزدی دوباره شاید ارور میداد، مثلا ما 5 بار ترای میکردی یکیش میگرفت. الان به نظر این مشکل رو حل کردن که 4 تاش الان ناره آپلود میشه. ما 4 تا دیتابیس رو سرچ میزنیم دیگه. خب خدا شکر آپلود سکسسفول رو زد، بیلبیلکش داره میچرخه، نمیدونم چرا حالا میچرخه. اینجا شما ایمیل در واقع دوستانی که میخواید به کار اینوایت کنید رو میتونید بزنید. آیا اینجا نزنیم یکیو بعدا نمیشه اضافه کرد؟ چرا؟ شما هر لحظه میتونید هر کیو، اون صاحب پروژه میتونه هر کیو اضافه یا حذف کنه و خب چون سیستماتیک ریویو حداقل با 2 نفر میتونه انجام شه، میبینید اصلا گونه اینوایتش الان فعال نیست و مثلا الکی حالا بزنیم چی، مثلا الکی خودم میزنم رول رو مشخص میکنین که خب منطقا قابلیتاشون فرق، کلابوریتور همه کار میتونه بکنه به جز حذف و اضافه کردن اعضا. اون یکی هم که اسمشون مشخصه، ما با کلابوریتور کار داریم. تمام. به همین سادگی سیستم ریویو جدید شما ساخته میشه. میگم صرفا هدف از این جلسه اینه که شما محیط رو به جای اینکه 3 ساعت وقت بذارین، مثلا ما تو یه رو اون 3 ساعت رو براتون جبران کنیم، وگرنه خودتون هم قطعا انقدر توانایی دارین که بدون اینکه کسی بهتون یاد بدم فیچرهای سایت رو یاد بگیرید. خب حالا مقالات رو آپلود کردم 1483 تا میگه ایمپورت رفرنسز. منطقا قدم بعدی چیه؟ بخوایم الان خیلی منطقی بخوایم بگیم مثلا حواستون هست پیشنهاد بگیم الان باید منطقا چیکار کنیم؟ دوپلیکیت رو عدس کنیم دیگه، چون یه مقاله ممکنه تو 4 تا دیتابیس مختلف بوده. دیتک دوپلیکیت رو میزنیم. نکته رومخ و بسیار حال بهم زنه اینه که دوپلیکیت ها رو اتومات حذف نمیکنه، واسه اینکه به هر حال زندگی خرج داره. میگه برو نسخه پولی رو تهیه کن، من برام ترشولد بذار، مثلا ترشولد میذاری 90% به بالا، اگر سیمیلاریتی بود بعد حذف میکنه. مثلا چقدر سایتش بهینه شده، قبلا انقدر سریع پیدا نمیگرد. جالبه. 2283 تا دوپلیکیت پیدا کرد. استارت ریزالوینگ رو میزنیم و خب متاسفانه دستی باید در واقع اینجا میگه مثلا این دوتا 4 تا مقاله در واقع این میگه 4 تا یکسان 2 به 2 میاره و در واقع یه بار 1 رو با 2 مقایسه میکنه، یه بار 1 رو با 3، یه بار 1 رو با 4 اینجوری. مثلا میگه کدومو نگه دارم، میذاره مثلا کیپ رایت، حالا مهم نیست واقعا. واسه این کارتون سریع بشه این مجموعه‌اش بخونید، به تجربه میگم سیمیلاریتی بالای 90 بالای 88-89% اصلا فکر نکنین، بزنین بره. خب همین تون مثلا بزنین کیپ رایت آرتیکل مثلا. خب اگه 85 به پایین بود نگاه کنین ببین تفاوت تو چیه. و مرحله هم هست که به شدت سرعت اینترنت توش مهمه، میبینید همینطور که و میام رو مخه دیگه کلا. حالا دوپلیکیت ها رو که حذف کردین میرین سراغ اسکرین کردن. شما 3 تا تصمیم میتونید بگید واسه یک مقاله بر اساس تنظیمات رایان. اینکلود کنی، اکسکلود کنی و میبی بزنید. به این میبی
برای کار ما، یعنی توی مدل کاری ما، تیم ما بی‌معنی. خودتون ولی میتونین در واقع از میبی کاربردهای مختلف بگیرید. مثلا اگر خیلی بچه‌ها میان میبی و واسه این میذارن که خب اگر مقاله اسمش هم روشه دیگه شک دارن، واسه این که حالا وقتشون گرفته نشه میبی میزنن، بعد آخرش که اسکرینینگ تموم شد میرن میبی ها رو چک میکنن مثلا واسه اینکه ترمزشون نشه. ولی منظورم اینه که آخر کار اسکرین شد نگید که مثلا دکتر فلانی ما 100 تا اینکلود داریم 20 تا میبی داریم. میبی به درد من نمیخوره. اگر واقعا یک مقاله ای رو شک دارین اینکلود کنین. داخل پرانتز اینم بگم اگر کیلویی اینکلود کنین زمان کار خودتون رو زیاد میکنین، نه این که هرچی مثلا 1% هم شک کردیم بزنیم اینکلود ایول، چقدر کار ساده ایه. شما بعد از این مرحله باید دیتا اکسترکت کنین. دیتا اکسترکت کردن خیلی زمان گیرتره. شما باید برید فول تکست مقاله رو بخونین و دیتاشو در بیارین. بدیهیه که اینجا مثلا اگر شما یه مقاله حدود 1 الی 2 دقیقه، اولا شاید دستتون بیاد مثلا خیلی وقت بگیره، ولی بعدش رو روتین بیافتید خیلیش که چشمی حذفه. اونی که چشمی حذف نباشه بین 1 الی 2 دقیقه تصمیم میگیرید که اینکلود میشه یا نه. اینجا وقت گذاشتن خیلی منطقی تره تا تو مرحله فول تکست. تو مرحله فول یه بار بعد فول تکست پیدا کنید. خود پیدا کردن فول تکست اگر تازه در دسترس باشه باز راحته، نباشه خودش داستان. بعدش که پیدا کردی باید بشین فول تکستشو بخونی ببینی ریلیت هست یا نه، که بعدش که ریلیت بود مثلا دیتاشو اکسترکت کنی. پس یه حالت میگم میانه رو رعایت کنین تو اسکرینینگ، نه اونقدر وسواسی که عجیب و غریب طول بکشه و اعصابتون رو خورد کنه، چون واقعا میدونم کار یه مقدار اعصاب خورد کنی اسکرینینگ و بعدش هم دیتا اکسترکشن. و نه اونقدر شل بگیرین که همه چی رو اینکلود کنین که در واقع توی دیتا اکسترکشن اذیت شین. یه سری حالا این گزینه‌ها اینجاست، یعنی شما این پایین نمیشه اینکلود میبی اکسکلود. خب اینکلود رو مثلا میزنی خب ثبت میشه دیگه، حالا همونو مثلا بعد اتومات میره مقاله بعدی. روی کیبورد اگر دکمه ای رو بزنین همون اکسکلود رو میگیره واسه اینکه سرعتتون بره بالا. دکمه آی رو بزنین اینکلود میگیره، دکمه ام رو بزنین میبی میگیره. آمار اینکلود اکسکلود میبیاتون رو اینجا بهتون میده. اگر دوست دارین نوت بذارین، لیبل بزنین، اینجا در واقع میتونین لیبل بزنین. تو بعضی کار ما به بچه‌ها میگیم لیبل بزنین که در واقع به درد ادامه مسیر میخوره. فکر کنم تو کار شما دوتا نگفتیم. یعنی اگر مثلا پروژه بک پین قرار بین جراحی مختلف باشه قطعا ما از لیبل نوع جراح استفاده میکردیم، ولی حالا مگر اینکه میگم خودتون یه لیبل بخواید تعریف کنید که به کارتون میاد. و در خیلی بد شد میشه از بعد از این کیبورد اون لیبل رو بهمون بگید؟ بله صدام الان هست. عرض میکردم که یه بار دیگه اینجاشو میگم مهمه. اینکلود میبی اکسکلود رو آیو بزنی اینکلود میکنه، امو بزنی میبی میکنه، ایو بزنی اکسکلود میکنه. آمار اینکلود اکسکلود رو اینجا میده. لیبل هم اینجا میتونید اضافه کنید، یه قسمت لیبل مثلا تایپ میکنید مثلا چی لیبل مثلا ارتوپد، مثلا فرض کنید که این مقاله بک‌پین بین جراحای مختلف بود، شما میتونید مثلا جراح ارتوپد رو اینجا لیبلشو بزنید، تیکشو میزنی، اپلای میکنید، ناگهان لیبل ارتوپدیک میگیره مثلا. تو بعضی کارا به درد خواهد خورد قطعا دیگه. حالا من فیچر خیلی داره رایه‌ها، من دارم به درد بخوراشو میگم، خیلی داشتم مثلا خودم بلد نیستم. و در نهایت فیچر بسیار مهمش که خیلی کارتون رو کمک میکنه هایلایتیه که میکنه. شما سمت راست اینجا میتونین یه سری کلمات رو هایلایت سبز و یه سری هایلایت قرمز کنین. اینا رو متناسب با پروژه‌تون کلمات رو کم و زیاد کنین. یه سری کلمات درجه اکسکلود هستن، فرق نداره که سیستماتیک ریویو رو چه تاپیکیه. مثلا میگم حالا ویدیو هم هست دیگه، این ویترو، این ویوو، کامنتری، لتر، سیستماتیک ریویو، متا آنالیز، اینا درجه اصلا اکسکلوده. شما یک مقاله سیستماتیک ریویو ببینی مهم نیست اصلا مرتبطه یا نه، اکسکلوده دیگه، مگر اینکه بخوای نگهش داری واسه اینکه ازش بعداً الگو بگیری که مثلا چطور متن مقاله، حالا اون یه داستان دیگه ای.
حیوانات مثلا خب خیلی ذهن میبره به این سمت که باید اکسکلود بشه، رت، مایس، به این شکل. و یه سری کلمات هم که خب شک برانگیز میشه که باید اینکلود بشه. ببین اینا کمک میکنه بچه‌ها، بر ندارید با این کلمات اینکلود اکسکلود کنید که داستان پیش بیاد. یعنی جمله رو حداقل بخون. مثلا دیدی متاانالیز نوشته، خب بخون. شاید مثلا نوشته که در یک متاانالیزی مثلا مشاهده شد که این با اون ارتباط داره. خود مقاله شاید اورجیناله، جمله رو کامل بخونید. یکی از پروژه ها مثل شما دوستان که تجربه آوردین، قبل از شما یه تیم دیگه بود، برداشتن با این کلمات اینکلود اکسکلود کردن. بعد کاشف عمل آوردیم که 2 تا مقاله میس شده، آخرش که کار تمام شده بود مجبور شدن از اول اسکرین کنن. و همین از این جهت جدی بگیرین، این گندش در میاد اگر مقاله میس شده باشه، بعد مجبور میشین خودتون دوباره اسکرین کنید. میتونیم هم چرا بدیم یکی دیگه اسکرین کنه، ولی خب به هر حال جایگاهتون توی مقاله میتونه دوچار جلو عقب بشه. پس از این کلمات استفاده درست کنید. مثلا تو پروژه بک پین شما قطعا کلمه بک پین، ارتوپد، سرجن، همون کلماتی که یه جورایی تو سرچ استراتژی اومده رو میتونی اینجا به عنوان کیوردی که برای سبز کردن مناسبه بدی که سبز کنه چشمات راحت تر پیدا کنه. صرفا بحث سر افزایش سرعت. و قابلیت دیگه ای که تو اون پروژه بک پین چون 3 نفر قرار اسکرین کنن به دردشون میخوره، اسکرینینگ حتما باید 2 نفر کل مقالات رو اسکرین کنن. یعنی هر مقاله باید 2 بار دیساید بشه. چرا که حالا چون گایدلاین دیگه چرا نداره، یعنی هر مقاله باید 2 بار تصمیم گیری بشه. بعد از اینکه 2 بار تصمیم گیری بشه، منطقاً یک سری مقاله هستن که نظر اون 2 نفر با هم دیگه یکسان نبوده. قابلیت رایان یه قابلیت دیگه و بدیهیش اینه که کانفلیکت ها رو هم نشون میده. حالا الان بلایند آن هست همونطور که میبینید. بعد از اینکه اسکرینینگ تمام شد بلایند رو آف میکنیم، کانفلیکت ها مشخص میشه، کانفلیکت هاتون رو با هم حل میکنین و همه مقالات تکلیف میشه. پروژه ونکومایسین 2 نفرید، همتون با هم در واقع اسکرین میکنید، هر 2 تاتون کل مقالات رو اسکرین میکنید. پروژه بکپین چون 3 نفرید، عرضم به خدمتتون که باید تقسیم بندیتون به شکلی باشه که خب هر مقاله 2 نفر اسکرین بشه. یه کاری که میتونید بکنید، رایان کمکتون میکنه. اولین پیشنهادم اینه که شما 3 نفر یکیتون از اول شروع کنه. مثلا اگه به ترتیب الفبا سورت میکنی که قطعا به ترتیب الفبا سورت کنین، حالا یا الفبای تایتل یا الفبای آتر، یکیتون از A شروع کنه یکیتون از Z. این که هیچ. اون یکی مثلا شروع کنه 200 تا مثلا چه بدونم از A اسکرین کنه، 200 تا از Z. ولی حواستون به این مسئله باشه که یه مقاله ببین در نهایت همه مقالات باید 2 بار تصمیم گیری بشه. میگم حالا یه مقاله 3 بار تصمیم گیری بشه مهم نیست، این سیستمش به این شکله که هر مقاله میتونه n دفعه تصمیم گیری بشه و در نهایت اگر 1 نفر هم نظرش مخالف بقیه باشه به عنوان کانفلیکت در نظر میگیره. ولی رایان یه جایی میتونه کمکتون کنه، اینجا که مین ممبر دیسیژن و ماکس ممبر دیسیژن نوشته. شما در واقع میتونید این تیک این فیلتر رو فعال کنین. مثلا اون نفر سوم یا کلا هر وقت این اسکرین میکنین واسه اینکه دوباره کاری پیش نیاد، تیک اینو بزنید که مقاله‌ای که در واقع ماکسیموم 1 بار تصمیم گیری شده، اینو باید بزنید. این گزینه درست. اتموست وانو بزنی، منطقاً مقالاتی رو براتون میاره برای اسکرین. حالا اینجا بزنم چون کاری نشده همشو میاره، ولی اونایی میاره که 0 مرتبه یا 1 مرتبه در واقع تصمیم گیری شدن دیگه. ولی این یه گیری داره، حالا قبلا داشته اونم باگش باز برطرف شده باشه، کمتر شده باشه، دیر به دیر یه ذره آپدیت میشه. یعنی همزمان که شما اسکرین میکنی، اگر 2 نفر همزمان پای سیستم هاشون باشن و لاگین شده باشن و اسکرین کنن، این یه ذره مثلا 20 دقیقه یه بار، شاید بیشتر حتی، مثلا شاید 1 ساعت یه بار آپدیت بشه. این باگو قبلا داشت، برای همین بچه‌ها مثلا وقت می‌ذاشتن، یا میدن که کلی مقاله هست که 3 بار مثلا تصمیم گیری شده.
پیشنهادم اینه که هر 7-8 دقیقه یه بار سایت رو رفرش کنین که رفرش کنی درست میشه، رفرش نکنی این مشکل پیش میاد. خلاصه از این تیک هم میتونید استفاده کنید یا هر ایده دیگه ای که خودتون دارین واسه اینکه اون موازی کاریه اتفاق نیفته. ولی یه ذره من صبحی فکر کردم به نظر این منطقی تر بود که یکیتون از A شروع کنه یکیتون از Z. تعداد کل مقالاتتون هم که دارین مثلا اگر در واقع 1500 تا مقاله بشه میشه 3000 بار باید تصمیم گیری بشه، میشه نفری 1000 بار تصمیم گیری. و توی اوورویو هم فعالیت هر فرد رو میزنه، یعنی فکر نکنید اینجا میشه مثل دانشگاه پیچوندش، اینجا اعضا رو میزنه بعد مینویسه که چند تا مقاله توسط اون فرد تصمیم گیری شده. و خب اینجا میتونید نگاه کنید که هر کی مثلا میگم اگر 1500 تا مقاله شده میشه 3000 تا تصمیم، هر کی 1000 بار تصمیمش رو بگیره. امیدوارم که توضیحاتم واضح بوده باشه. همین، چیز دیگه به درد بخور نداره، چیزایی به درد بخورشو گفتم. خودتون هم تو سایت بچرخین فیچرهای جالب تری میتونین شاید پیدا کنین. سوالی اگر هست بفرمایید. من نمیتونم براتون بسازم اینو چون من کوپونام پره و رایانم خیلی شلوغ بلوغه. از هر گروه یه نفر مسئولیت این کار برات بگیره، فایلای RIS رو آپلود کنه، بقیه رو اد کنه و اسکینینگتون شروع کنه. اگر نکته نیست که خدایا رو نگهدارش.